خب غلام محمد جان از کجا هستین؟ از ورسالی پشت زرگان. بسیار خوب. شما چی مشکل داشتین که به درمان کردین؟ گرده‌ام سنگ داشت. دوستا جان مراجعه کردم گفتم 12 میلی و 8 میلی و 11 میلی بله. سنگ داره گرده‌تون. خب اینا اگر عمل شد. بله. من پول عمل نداشتم. باز همین داشت که آدرس شما رو گرفتم و بیام پیش شما. بسیار. یعنی جایی که بیام این نقطه بدادیم اول خدا دیدم شفا از این نقطه شما شد و بله. باز دیرو رفتم سینوگرافی گرفتم گفتم گرده‌ت سنگ نداره. خب الحمدلله. یعنی قبل از دوای ما شما سونوگرافی گرفتیم. نسخه شما که پیش ما موجوده. اینجا شما یک سنگ 11 میلی داشتیم، دیگه سنگ 8 میلی داشتیم و سنگ 12 میلی داشتیم. بعضی از مشکلات دیگه هم داشتیم، مشکلات غلیظت خون و ایت مشکلات دیگه. شما پس از اینکه قبل از اینکه از ما دوا بگیریم شما مشکلات سنگ گرده داشتیم، سونوگرافی گرفتیم و شما ثابت شده بود. بله براتون سینوگرافی هم بگیرتم، عکس اسکن بگیم چه بگیم سی تی اسکن. خب گفتم تو دوا نمیدیم. بله. دوا نمیدیم که باید تو چیز کنی عمل کنی. بله. باید عمل کنیم. سینوگرافی و بله. عکس اسکن گرفتم گفتم ما تو دوا نمیدیم که تو باید عمل کنی. یعنی سی تی اسکن هم که گرفتیم، سونوگرافی هم گرفتیم، ثابت کرد که 100 دونه سنگ داریم. 8 میلی، 11 میلی، 12 میلی. بله. خب دوا ندادن، گفتن باید عمل باشه. باید عمل کنیم. من پول نداشتم، باز یک دکتر صاحب دیگه بدم پای ما بود جا شما رو آدرس داد بیام میدید. خب من بیام همین دیگه. بله. من نقصد بگیرتم میبینید خدا و می شفاعت طرف خدا یک وسیله هم شما شدیم. بله. و همین نقصد رو خودم بعد دوباره سینوگرافی گرفتم پیدا گرفتم گفتم شما سنگ گردن. خب الحمدلله میشه سونوگرافی شما رو ببینم لطف کنیم ما بدیم. شما میبینیم دوستای گرامی که برادر گرامی ما قبلا شما نشون دادین که 8 میلی، 11 میلی و 13 12 میلی سنگ داشتن. شما فعلا میبینین که الحمدلله مکمل سنگ گردینا، سایز گردینا همه چیز مکمل نرمال هست و کدام مشکلی از ناحیه گردی خود نداره و هم راپور سونوگرافی است. از تداوی ما رضایت داره میجی کاکا؟ بله استاد خدا خونه خدا شما رضایت. سلامت باشیم. توصیه شما به دیگه برادر و همشهریام چیه که به خارج از کشور میرن یا خیلی زود عملیات میکنن به دوای گیاهی باور ندارن؟ یعنی برادرایی که میدونم پیش دکتر صاحب های عمل کنیم یا گردی ما خراب شد یا چکار شد ولی اینجوری هم همین دوار بگیرم بیاری خدا خوب بشه. خب سلامت باشین، ان شاء الله راضی هستی. الحمدلله. دعا میکنیم. الحمدلله. سلامت باشین. الله پاک بر شما و جمله مسلمین شفای بخیر بده. سلام علیکم.